آیا می‌دانستید دختری در دل کوههای ماد تاریخ را با قلبش نوشت؟ این نقاشی فقط رنگ نیست، این شعله یک رویاست که 15 قرن پیش آغاز شد. در بلندای کوههای ماد، جایی که بادها آواز اجداد را سر می‌دادند، دختری چشم به آسمان دوخته بود، بی آنکه بداند قرار است تاریخ را با قلبش بنویسد. بله، این روایت اوست، ملکه ماندانا. در بلندای کوههای ماد، جایی که بادها آواز اجداد را سر می‌دادند، قصر سنگی آستیاک چون نگینی در دل طبیعت می‌درخشید. در شب تولد ماندانا آسمان بیقرار بود. شهاب سنگی از شرق به غرب گذشت و کاهنان گفتند دختری زاده شده که سرنوشت را خواهد نوشت. ماندانا در میان دیوارهای سرد قصر با نگاهی گرمتر از آفتاب رشد کرد. مادرش آرتنیس، زنی از تبار آتش پرستان، در گوش او لالایی‌هایی از مهر و مقاومت زمزمه می‌کرد. پدرش آستیاک مردی بود که تاج را چون زنجیری بر گردن تاریخ می‌دید، سنگین، با شکوه و بی‌رحم. از کودکی ماندانا با ستاره‌ها حرف می‌زد، شب‌ها در ایوان قصر می‌نشست و به آسمان می‌گفت اگر من از تبار پادشاهانم، بگذار پادشاهی‌ام با قلب باشد، نه با شمشیر. در 7 سالگی ماندانا را نزد زروان، فیلسوفی پیر و منزوی فرستادند. زروان در غاری نزدیک قصر زندگی می‌کرد، جایی که نور خورشید فقط در لحظه خاصی از روز وارد می‌شد. او به ماندانا گفت قدرت اگر بی‌خرد باشد، چون آتشی است که خانه خود را می‌سوزاند. ماندانا از او آموخت که جهان نه فقط میدان جنگ، بلکه باغی است که با اندیشه آبیاری می‌شود. در کنار زروان او نوشتن را آموخت، فلسفه مزدایی را شناخت و با افسانه‌های کهن آشنا شد. اما در دلش رویایی خاموش بود، رویایی که هنوز شکل نگرفته بود، اما گاه در خواب چون شعله‌ای کوتاه ظاهر می‌شد. ماه کامل چون آینه‌ای نقره‌ای بر فراز کوههای ماد ایستاده بود. شب آرام بود، اما در دل ماندانا طوفانی خاموش می‌آمد. در آن شب بهاری وقتی عطر شکوفه‌های بادام در هوا پیچیده بود، ماندانا خوابی دید که نه فقط خواب، بلکه پیش درآمدی بر تاریخ بود. در خواب او در دشتی بی انتها ایستاده بود، زمین زیر پایش گرم بود و از شکمش تاکی سبز و پیچان رویید. شاخه‌های تاک با سرعتی شگفت انگیز به سوی افق‌ها خزیدند، از کوههای زاگرس تا دشت‌های پارس، از رودهای بین النهرین تا دیوارهای بابل. و ناگهان از میان برگ‌های تاک آتشی زبانه کشید، آتشی که نمی‌سوزاند بلکه تاریکی را می‌بلعید. در خواب صدایی شنید: از تو نوری خواهد آمد که سایه تاج‌ها را خواهد لرزاند. ماندانا با فریادی بی صدا از خواب پرید. نفس‌هایش سنگین بود و قلبش چون طبل جنگ می‌کوبید. ندیمه‌اش آرزو با نگرانی وارد شد و گفت ملکه، رنگت پریده، خواب دیدی؟ ماندانا فقط گفت خواب نبود، رویا بود. صبح روز بعد ماندانا با لباس ساده‌ای از ابریشم سفید به معبد آناهیتا رفت، جایی که آب نماد پاکی و پیشگویی بود. کاهنان با چشمانی بسته و دلهایی گشوده به سخنان او گوش دادند. پیرترینشان مهران با صدای آهسته گفت تاک نماد زایش است، آتش نماد روشنی. خواب تو نه نابودی بلکه تولد است. اما کاهن دیگری برزین با چشمانی تیز و صدای خوش گفت این خواب هشدار است، فرزندی از تو خواهد آمد که تاجها را خواهد شکست. آستیاک باید بداند. ماندانا میان دو تعبیر سرگردان بود. آیا فرزندش نوری خواهد شد در تاریکی یا آتشی که تاج پدرش را خواهد سوزاند؟ وقتی خواب را برای آستیاک تعریف کرد، پادشاه چهرهش در هم رفت. او به آسمان نگاه کرد و گفت ستاره‌ها گاهی دروغ میگویند، اما من به هیچ رویایی اعتماد نمی‌کنم.
او دستور داد که کاهنان خواب را صبر کنند و در دلش تصمیمی گرفت: دخترم باید با مردی ازدواج کند که خونش سلطنت را تهدید نکند. در آن لحظه سرنوشت کوروش نوشته شد با جوهری از ترس و قلمی از پیشگویی. آستیاک پس از شنیدن تعبیر خواب شبها بیقرار بود. در تالار سنگی قصر میان شعله‌های مشعل و سایه‌های دیوار با وزیرانش مشورت می‌کرد. همه یک چیز می‌گفتند: اگر فرزند ماندانا تهدیدی است، باید خونش با سلطنت بیگانه باشد. و این گونه نام کمبوجیه بر زبانها افتاد، شاهزاده‌ای از پارس که به دور از جاه طلبی بود. آستیاک گفت: او نه تاج می‌خواهد نه تخت. فکر خوبی است. فرزندش هرگز به ماد باز نخواهد گشت. ماندانا با دل ناآرام به سوی پارس رفت. در مسیر کوه‌ها چون نگهبانان خاموش ایستاده بودند و باد قصه خوابش را در گوش درختان زمزمه می‌کرد. وقتی به شهر پارس رسید، کمبوجیه در باغی ساده با لباسی بی زرق و برق به استقبالش آمد. او گفت: من نه پادشاهی می‌خواهم نه قدرت. تنها چیزی که دارم صداقت است. ماندانا که در قصر ماد با سیاست و تظاهر بزرگ شده بود، از این سادگی شگفت زده شد. در دلش چیزی لرزید. شاید همان آتش خواب حالا به گرمایی بدل شده بود که قلبش را روشن می‌کرد. در شب‌های پارس آن دو در کنار رودخانه‌ای آرام قدم می‌زدند. کمبوجیه برایش از فلسفه زندگی گفت: از اینکه قدرت باید خدمت باشد نه سلطه. ماندانا گفت: اگر فرزندی از من زاده شود، می‌خواهم او پادشاهی باشد که با قلبش حکومت کند، نه با شمشیر. کمبوجیه لبخند زد و گفت: پس بگذار عشقمان آغاز آن پادشاهی باشد. در مراسمی ساده اما پرشکوه با حضور بزرگان پارس و فرستادگان ماد، ماندانا و کمبوجیه ازدواج کردند. آستیاک از دور با چشمانی سرد نظاره‌گر بود، بی آنکه بداند این عشق همان آتشی است که روزی تاجش را خواهد لرزاند. چند ماه بعد ماندانا در خواب دید که تاکی از دلش می‌روید، اما این بار آتش آن گرم بود نه سوزان. او از خواب پرید، دست بر شکمش گذاشت و زمزمه کرد: تو آمدی. فرزندی در راه بود، فرزندی از عشق، از رویا و از آتش. در شب تولد کوروش آسمان بیقرار بود. ستاره‌ای درخشان بی صدا از شرق به غرب گذشت و باد عطر گل‌های کوهی را در قصر پیچاند. ماندانا در اتاقی ساده با چشمانی پر از اشک و لبخند فرزندش را در آغوش گرفت. او زمزمه کرد: تو همان نوری هستی که در خواب دیدم، آتشی نه برای سوزاندن بلکه برای روشن کردن. کمبوجیه در کنارش دست بر شانه ماندانا گذاشت و گفت: نامش را کوروش بگذاریم، نامی که روزی در تاریخ خواهد درخشید. ماندانا برخلاف سنت‌های سلطنتی تصمیم گرفت کوروش را نه با شمشیر بلکه با کتاب بزرگ کند. او برایش قصه‌های از پادشاهان عادل می‌گفت. در شب‌های بلند کوروش در آغوش مادرش می‌خوابید و در گوشش زمزمه می‌شنید: قدرت اگر بی‌مهر باشد سایه ایست بی نور. کمبوجیه نیز او را به کوهستان می‌برد تا طبیعت را بشناسد، با حیوانات دوست شود و یاد بگیرد که جهان فقط قصرها و تاج‌ها نیست. اما خواب ماندانا همچنان در دلش زنده بود. گاه شب‌ها بیقرار بود و گریه می‌کرد. او می‌دانست که آستیاک اگر از وجود کوروش باخبر شود آرام نخواهد نشست. در دلش دعا می‌کرد: اگر این آتش از من است بگذار روشناییش جهان را گرم کند نه بسوزاند. خبر تولد کوروش آهسته در دربار ماد پیچید. جاسوسان آستیاک زمزمه‌هایی شنیدند. پادشاه با چشمانی سرد گفت: اگر آن خواب حقیقت دارد باید پیش از آن که دیر شود خاموشش کرد. و این گونه سرنوشت کوروش دوباره در خطر افتاد. ماندانا که حس مادرانه‌اش از هر پیشگویی قوی‌تر بود، تصمیمی گرفت که قلبش را خواهد شکست، اما جان فرزندش را نجات خواهد داد. در تالار سنگی قصر ماد آستیاک با چهره‌ای عبوس قدم می‌زد. صدای قدم‌هایش چون طبل مرگ در دل ندیمان می‌پیچید. او گفت: فرزند ماندانا همان آتشی است که در خواب دیدم. باید خاموش شود پیش از آن که تاجم را بسوزاند.
وزیران با ترس و تردید سکوت کردند. تنها هارپاگ، سرداری وفادار اما دلسوز، آهسته گفت: او هنوز کودک است، بیگناه. آستیاک فریاد زد: بیگناهی تاج را حفظ نمی کند. ماندانا وقتی خبر فرمان پدر را شنید چون برگ در باد لرزید. او شبانه به اتاق کوروش رفت. در تاریکی فرزندش را در آغوش گرفت و زمزمه کرد: تو رویای منی، اما برای زنده ماندنت باید از آغوشم بروی. کمبوجی با چشمانی پر از خشم و اندوه گفت: ما باید بجنگیم. اما ماندانا پاسخ داد: اگر بجنگیم کوروش قربانی خواهد شد، اگر بگریزد روزی باز خواهد گشت. در دل شب با کمک ندیمه وفادار آرزو و سردار هارپاگ، کوروش را به خانواده چوپان در دامنه‌های پارس سپرد. زن چوپان مهرآذر با آغوشی گرم کودک را پذیرفت. او گفت: این کودک نوری دارد در چشمانش، گویی از آسمان آمده. ماندانا در آخرین لحظه پارچه ابریشمی با نشان ماد را در آغوش کوروش گذاشت و زمزمه کرد: اگر روزی بازگشتی این نشان گواه عشق من خواهد. پس از آن شب ماندانا دیگر همان زن پیشین نبود. او شبها به آسمان نگاه میکرد، به ستاره‌ای خاص که همیشه در شرق میدرخشید و با خود میگفت: تو هنوز زنده ای، من حس میکنم. در روز تولد کوروش هر سال شمعی روشن میکرد و در دلش دعا میخواند: اگر آتش رویایم حقیقت دارد، بگذار روشناییش جهان را گرم کند، نه اینکه بسوزاند. در دامنه‌های سرسبز پارس، جایی که کوه‌ها چون پدران خاموش ایستاده بودند و رودها چون مادران مهربان جاری بودند، کوروش در آغوش طبیعت بزرگ شد. خانواده چوپان مهرآذر و دارا او را چون فرزند خود پرورش دادند. کوروش از همان کودکی با حیوانات دوست بود. گوسفندان با صدای او آرام می‌شدند، پرندگان بر شانه‌اش می‌نشستند و باد نامش را در میان علفزارها زمزمه می‌کرد. داراب چوپان پیر گاه برایش قصه‌هایی از پادشاهان می‌گفت. با گذر سالها کوروش در میان دوستانش چون رهبری طبیعی ظاهر شد. او در دعواها داوری می‌کرد، در سختی‌ها دلگرمی می‌داد و در شادی‌ها فروتن می‌ماند. همه می‌گفتند: این پسر چیزی درونش است، نوری، شعله‌ای، شاید هم سرنوشتی. در 18 سالگی پیرزنی ناشناس به روستا آمد. او کوروش را دید، لبخند زد و گفت: تو فرزند رویایی هستی که سالها پیش دیده شد. وقت آن است که حقیقت را بدانی. و این گونه کوروش فهمید که فرزند ماندن است، نوه آستیاک و وارث رویایی که در دل تاریخ شعله‌ور بود. او به آسمان نگاه کرد، به همان ستاره شرق، و زمزمه کرد: مادر، من می‌آیم. کوروش حالا جوانی بلند بالا با چشمانی چون آسمان شب در برابر حقیقت ایستاده بود. او نه فقط فرزند ماندانا، بلکه وارث رویایی بود که سالها در دل تاریخ پنهان مانده بود. در دلش شعله‌ای آرام می‌سوخت، نه برای انتقام، بلکه برای اصلاح. در هر نگاه، در هر داستان حقیقتی می‌دید. مردم از ظلم خسته‌اند. آنها نه تاج می‌خواهند، نه تخت، فقط عدالت. کوروش با سخنان ساده اما پرشور دلها را فتح کرد. پارسیان، ایلامیان و حتی برخی مادها به او پیوستند و ارتشی شکل گرفت. وقتی کوروش به دروازه‌های ماد رسید، آستیاک پیر و مغرور با ارتشی عظیم در برابرش ایستاد. در میدان نبرد کوروش فریاد زد: من آمدم نه برای انتقام، بلکه برای بیداری. تاج تو اگر با ظلم همراه باشد خواهد شکست. نبرد آغاز شد، اما چیزی عجیب رخ داد. سربازان ماد یکی یکی سلاح‌ها را زمین گذاشتند. آنها گفتند: ما سالها در سایه بودیم، حالا می‌خواهیم در نور باشیم. آستیاک شکست خورد، اما کوروش با احترام نزد پدر بزرگش رفت و گفت: تو پدر بزرگ من تاجت را نمی‌دازم، بلکه آن را از سنگینی ظلم آزاد می‌کنم. در باغی پنهان در دل قصر ماد، جایی که گل‌های بنفشه چون خاطرات خاموش می‌رویدند و پرندگان آوازهایی از گذشته می‌خواندند، ماندانا نشسته بود. سالها گذشته بود، موهایش چون برف و چشمانش چون غروب آرام و عمیق شده بودند، اما در دلش هنوز شعله‌ای می‌سوخت، شعله‌ای از امید، از عشق، از رؤیایی که هرگز خاموش نشده بود. صدای قدم‌هایی در باغ پیچید. ماندانا سر بلند کرد و کوروش را دید. نه فقط پادشاهی بزرگ،
بلکه پسری که از آغوشش ربوده شده بود حالا با نگاهی پر از مهر و افتخار در برابرش ایستاده بود. کوروش زانو زد، دست مادرش را گرفت و گفت من از تو آمدم، از رویایت، از عشقت. اگر امروز پادشاهی ام به خاطر نوری است که تو در دل من کاشتی. ماندانا لبخند زد، اشک در چشمانش نشست و گفت رویایم حقیقت یافت، اما نه آنگونه که پدر بزرگت می‌ترسید. تو آتش شدی، اما آتشی که ظلم را سوزاند و عدالت را روشن کرد. در سکوتی پر از معنا آن دو به آسمان نگاه کردند. ستاره‌ای درخشان از میان ابرها گذشت. ماندانا زمزمه کرد همان ستاره‌ای است که شب تولدت دیدم. حالا می‌دانم آن شب تاریخ آغاز شد. کوروش در کنار مادرش عهدی تازه بست. تا زمانی که تاج بر سر دارم صدای بی صداها خواهم و نور را در دل تاریکی خواهم کاشت. دوستان، من یک عذرخواهی به شما بدهکارم، چون تغییر انجام دادم داخل چهرش و فیلم برداریش هم انجام شد، منتها به خاطر نقص فنی دوربین تغییراتی که تو چهره دادم حذف شده. حالا برای شما این تغییرات رو به صورت تصویری توضیح میدم. اول به شما بگم که سمت راستی چیزیه که تا الان دیدید و سمت چپی چیزیه که به اون تغییر میکنه. خب تغییرات انجام شده: رمق در لب، نرمتر شدن و یه دست شدن پوست صورت خصوصا بینی، چهره پر اعتماد به نفس در نسبت به یک ملکه واقعی و حذف مقداری از برق چشم به صلاح دید. دوستان، خوشحالم که تا اینجای کار منو دنبال کردید و اگه محتوای من براتون مفید و با ارزش بود خوشحال میشم که من رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید. خیلی ممنون و خدا نگهدار.